غربی ها نشان دادن که تو این چندین سال یا چند قرن که دم از حقوق انسان و حقوق بشر و اینا میزنن، یک سر دروغ گفتن. اینو نشون داده، اینو ثابت کرد. یعنی 10,000 کودک کشته شدن. شوخیه؟ کودک مظهر معصومیته، مظهر لطافته، نقطه اساسی است که عواطف انسان رو برمی‌انگیزه. 10,000 از این موجودات معصوم رو اسرائیل با بمب 2 تنی از بین برد، با انواع و اقسام سلاح از بین برد. غربی ها خم به ابرو نیاوردن. سیاستمداران غربی رسوا شدن، سیاست غرب رسوا شد، شکست خوردن. این شکست بزرگی است. دیگه از تمدن غرب کسی حرف نزنه. تمدن غرب اینه، این تمدن غرب براش اهمیت نداره که پول رو از مردم خودش با انواع و اقسام بگیره و بفرسته برای اینکه بچه‌های کوچک و فرزندان معصوم و کشته بشن، خانواده ها نابود بشن، 10,000 بچه شهید بشن، چندین هزار بچه یتیم بشن. براش اهمیتی نداره. این فرهنگ غرب.